آهنگ عجیب و غیر قابل باور نوروزی عالی انصاری برای نامزدش. عالی انصاری نامزد شد. نامزد عالی انصاری کیست؟ در کجاست؟ و گفتنی‌های تازه عصام فرزان درباره خیانت بزرگ عالی انصاری. این دختر خانم هنرمند در کجا زندگی می‌کند و چرا دیگر کارهای مشترک هنری با عصام فرزان نداشته است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب رو فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. عالی انصاری دختر خانم هنرمند، چهره شناخته شده، مطرح و محبوب در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. عالی انصاری هنر موسیقیش در میان مردم افغانستان شهرت خوبی داشت. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را عالی انصاری دارد. کارهای هنری عالی انصاری از دوران دیر ادامه دارد. عالی انصاری برنامه‌های موسیقیش موج حمایت‌ها را به همراه داشته است. این دختر خانم هنرمند در تلویزیون جهانی خورشید اولین کارهای موسیقیش را انجام داد و توانست در مدت خیلی کوتاه رشد خوبی کند. وی بعد از آن که از شوهرش جدا شد برنامه‌های هنریش ادامه یافت. عالی انصاری کارهای هنریش با عصام فرزان و نظیر خارا مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار گرفت. این همه در حالی است که تازه تصاویر عالی انصاری در صفحات مجازی دست به دست می شود که وی برای باری دیگر با فرد نامزد شده است و آهنگ‌های عاشقانه‌ای در این سال نو برایش سروده است. من پیوند ازدواجش را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای عالی انصاری با جمعی از هنرمندان کشور از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان نهایت ترجمنده کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، شما خوبان را بلای من امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.